سلام دوستان عزیز، من اومدم اینجا فارم. 4 نفر فارم بودن با اسکواد ما. یه نفر رو اینجا خوابوندم، تگ یارم هم دستم بود. یه لوت ریزی زدیم، بعد اومدیم اینجا رفتیم تگو بزنیم، میزیم دارن به شما 4 تیر میزنن. گفتم تگو بزنم بعد برم کاورش. بعد رفتم کاورش، دیگه دیر بود، اون مرد. اونجا ناکش کردن. بعد اینجا من یکیشونو، اون که ناک کرد، شما 4 رو زدم. اینجا اومدم اینجوری یه اسلاید زدم خوابوندم اینو. دیدم باز یه صدا پای دیگه از سمت چپم میاد که اومدم بعد داخل خونه برم و جلوش در بیام. دیدم رفته اینور، یه خط ریزشو گرفتم، دیدم اونور اینور یه اسلاید پشت زدم، اینم گرفتیم خوابوندیم. بعد رفتیم آخرای ماش دیگه و وسطاش نتونستم فیلمی بگیرم. بعد اینجا 3 نفر بودن، اینو زدم ریجستر نشد، یکی دیگه زدم خوابید، اینم با 2 تا شات تونستم بخوابونمش. پایینم یکی بود که با 117 زدمش. لایک کامنت دنبال یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. ممنون.